В Германии введут частичный запрет на ношение никаба. Бундестаг, члены Нижней палаты парламента, одобрили законопроект, запрещающий госслужащим, судьям и военным в рабочее время ношение одежды, полностью закрывающей лицо, никаба или паранджи. BBC сообщает, что правые партии призвали к полному запрету ношения никабов в общественных местах, по примеру Франции и других стран. یک دختر در اروپا حجاب کرده بود. تنها چشماش معلوم میشه دیگه، تمام بدنش حتی دستای خودم دستکش کرده بود. یک ژورنالیست برش میگه که شما در یک کشوری که در ایتالیا زندگی میکنین و این کشور است که اینجا بسیار آزادی هست و خانم ها میتونن به هر قسم که لباس بپوشن و ولو که بدون لباس هم بگردن، برای از این امکانات هست. تو دختر مسلمان در این قلب اروپا دا تو جای آمدی و این قسم لباس پوشیدی، در حالی که در کشورهای اسلامی در بسیاری جهان اسلام بعضی خانم ها میگن که مثلا حجاب که است مثلا زندان متحرک است و مثلا قفس است و مثلا چطور است و مثلا فلان است و رقاصه میخیزه سر حجاب انتقاد میکنه و سر دیگه باز نیست. اکثریت آنها سطر برای دقت جلب کنی مردم میپوشن. همه ما مسلمان هستیم. مسلمانی در دل است. شمی ایمان ما، شمی دین ما، شمی الله در دل ما فرزان است. نه در مثال سطر که ما حجاب که به زمین یکتا میپوشیم یا اینکه بسیاری که ما میپوشیم. باید که سطر نشود من شود موچه میداد مانده میپوشم میلی پوشم. و طرفداری همین سطر هسته که من شود. رقصانی جانبی اولی. برای چی که مولی آدمای بالا هست. برای چی که مولی این آدمای همین دیگه ملت میپوشه که ملت و خود میگه مسلمان هستیم. خودت چطور داری مملکت؟ او برش میگه بیبی برادر محترم، اینجا مسئله مملکت نیست که آزادی چقدر است و چقدر نیست. روزی که من عقیده کردم به این کتاب الله که خواندم در صفحه اولش که بسم الله الرحمن الرحیم، عقیده کردم به رحمان الرحیم که الله که ما را خلق کرده بخشایده و مهربان است. اینال هر حکمی که او خالق متعال بر انسان میته ولو که هر قدر سخت باشه به اساس رحمت است به من. پس این چادر من که میپوشم، این چادر من به خاطر ازی که رحمان الرحیم ایره گفته برای اللهی که رحمان الرحیم است. این چادر من علامت رحمت الله است در سر من هست. اینال کسی که چادر حجاب در سر نداره یا از حجاب خوشش نمیایه یا میگه والا من این چادر حجاب که من چادر کلان در سر لباسای اصلا چادر حجاب خاموش که یک چادر کلان بپوشی در سر دیگه لباسای دیگه تو یک بالا پوشک میپوشی و یک دستمالک در سرت میپوشی و چی میکنی این حجابت کامل نمیشه تا اون چادر کلانی که کل همین لباسای زیرنگیت معلوم نشه ایره نپوشی. این حال وقتی که ایره نمیپوشه در حقیقت ای از رحمت الله دور است. رحمت الله رو نمیخواد. چی را میخواه؟ نفس اماره به سوی خود. و من مسلمانی که در اروپا زندگی میکنم، همینجا هستم، تولد شدیم، کلان شدیم. روزی که قبول کردم که این خالق رحمان الرحیم است، عقیدیم جور شد. آل هر حکمی که الله میکنه، اگر الله متعال بر ابراهیم علیه السلام میگه که ابراهیم برو اینمی فرزندت ذبح بکن، ابراهیم علیه السلام عقیده داره که این خالقی که برم ای امر کرده از قلب مکده او الله بسیار مهربان است سر از فرزنده من. Dinleyin muvahhidler, dava sizindir. Unutmayın ki Rahman hep sizinledir. Dinleyin muvahhidler, dava sizindir. Unutmayın ki Rahman hep sizinledir. Kalkıp İslam dinine ensarlar olun. Sahte Rablere karşı dimdik doğrulun. Kalkıp İslam dinine ensarlar olun. Sahte Rablere karşı dimdik doğrulun. Tuğyana kıyamı Musa Harun'dan,
Zindandaki izzeti güzel Yusuf'tan, Tuğyana kıyamı Musa Harun'dan, Zindandaki izzeti güzel Yusuf'tan. mağara ashabı gibi ayetler olun. Sahte Rablere karşı dimdik doğrulun. Mağara ashabı gibi ayetler olun. Sahte Rablere karşı dimdik doğrulun.